از سرچ گزینه پیکسلز تامنیل رو سرچ میکنیم. اولین گزینه رو که میاره، اولین سایتی که میاره انتخاب میکنیم. وایسی سایت لود شه. سایت رو که آورد، الان اینجا میایم پایین، یه گزینه داره اکنون امتحان کنید، اونو الان میزنیم. این صفحه اینجوری میاره. اون چیزی که میخوایم رو اینجا می نویسیم. ترجیح میدم انگلیسی باشه، خیلی بهتر واسهتون میزنه. ایجاد کنید و میزنیم. میام بالا یه صفحه برید. الان اینجا درستش میکنه. اینجاست. باید این تا 100 پرشه. 100 که پر شد اینه. ولی فکر نکنم خیلی چیز خوبی باشه. حالا یه چیز دیگه هم داره این سایت نشونتون بدم. عنوان. اونجا رو میزنیم. عنوان رو میزنیم. چیزی که میخوایم در موردش درست شه فیلم میزنیم. واسمون قلاب میزنه. الان ایجاد کردن رو میزنیم. الان 3 تا قلاب بهمون میده، ولی خیلی کاربردی نیست. میخواید مثل خودم تامنیل خیلی خوب طراحی کنید، کامنت بذارید واسم که ویدیو کاملشو بذارم. حسابم یادت نره.